فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیانده بعدی پرسیدن که آیا در زمان رسول الله حسینیه بوده، عزاداری بوده یا نه؟ اصلا حسین رضی الله تعالی عنه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم طفل بودند و 8 سال را هم تکمیل نکرده بودند و بعد از او در زمان خلفای راشدین، در زمان ابوبکر صدیق و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم و سپس در زمان معاویه رضی الله تعالی عنه هیچ یادی از کدام یک این چیزها نیست، بلکه حسینی ها تا چند قرن بعد هیچ وجود خارجی نه در عالم در نزد اهل تشیع داشتن و نه در نزد غیر اهل تشیع، بلکه زمانی که اتجاهی معاکس با اسلام و معارض با مساجد در جامعه تشیع رشدی بیشتری کرد، در برابر مسجد چیزی به نام حسینیه از خود ساختن تا اینکه آنچه را که در مساجد مسلمان ها نمیتوانند انجام بدهند اظهار کنند در اونجا اظهار بکنن و اونجا تعلیم بدهند. پس یک چیزی است که در برابر مساجد الهی ساخته شده و در قرآن کریم برای مسلمان ها جز مساجد چیز دیگری هم ذکر نشد.